لکه سیاه وسط گلگیر اپتیما، بریم ببینیم ایرادش چیه. سلام، مورد کارشناسی خودروی اپتیما 2010 با هم بریم ایراداتشو بررسی کنیم. گلگیر جلو سمت راست در قسمت وسط گلگیر نزدیک به دو وجب آبرنگ بدون بتونه صافکاری شده بوده. این قسمت رو آبرنگ زدن که حاله رنگ هم کاملا توی این تصویر مشخص، رنگ سیاه کرده. به علاوه گلگیر عقب همین سمت از خط به پایین رنگ و آبرنگ که ماتی رنگ کاملا از این زاویه مشخص هست. پایین گلگیر صافکاری و بتونه، مابقیش از خط به پایین آبرنگ. به علاوه یک کف دست قسمت آرمش گریسی، چند کف دست هم اطرافش خط و خش. فنی ماشین اوکی، داخل کابینش اوکیه، مابقیش بدون رنگ، شاسی ها سالم. سوالی که از شما دارم دوستان اینه که با بودجه 1 میلیارد و 100 شما ترجیح میدین که این خودرو رو خریداری بکنید یا ترجیح میدین که فرضاً یک خودروی چینی مدل بالا